شما وقتی میخواین یه تصمیمی بگیرین چقدر قبلش دنبال این هستین که گزینه‌های مختلف رو بررسی کنین؟ به این فکر کردین که تا چه اندازه داشتن حق انتخاب توی تصمیم گیری میتونه به ما کمک کنه؟ ما رفتیم سراغ پنجمین قسمت از برنامه مایندفیلد. موضوع این برنامه داشتن حق انتخابه. انتخاب‌هایی که ما هر روز از زندگیمون انجام میدیم تا چه اندازه داشتن انتخاب‌های مختلف میتونه باعث بشه که ما تصمیمات بهتری بگیریم و در نهایت زندگی خوشحال‌تری داشته باشیم. مایکل برنامه رو با یه مثال درباره صبحونه آمریکایی شروع میکنه. تخم مرغ و بیکن. چیزی که بیشتر مردم آمریکا ممکنه فکر کنن که یه صبحانه سنتی و قدیمی تو کشورشونه. اما آیا واقعا یه صبحانه سنتی آمریکاییه؟ برای جواب دادن به این سوال ما باید با ادوارد برنه آشنا باشیم. ادوارد برنه خواهرزاده فرویده. ادوارد برنه در واقع پدر تبلیغات و روابط عمومی شناخته میشه. و کسی بود که برای اولین بار از تلویزیون و رسانه‌های جدیدی که در قرن 20 شکل گرفت استفاده کرد تا بتونه ایده‌های خودش رو در سطح جامعه پیاده کنه. اما داستان ما با ادوارد برنه چیه؟ یه روز ادوارد برنه از دکتر شخصیش میپرسه که صبحانه‌مو سبک بخورم یا سنگین. دکتر بدون اینکه خیلی بهش فکر کنه میگه که به نظرم صبحانه سنگین بد نباشه. از 4500 نفر دکتر دیگه همین تایید رو میگیره که صبحانه باید سنگین باشه. ادوارد برنه این خبر رو در سطح روزنامه‌ها پخش میکنه و به همین راحتی بیکن تخم مرغ تبدیل میشه به یکی از محبوب ترین صبحانه‌های آمریکا. پس ما در واقع میبینیم این سنت آمریکایی برآمده از یک کمپین تبلیغاتیه. اما تا چند اندازه این کمپین‌های تبلیغاتی روی انتخاب‌های ما تاثیر میذارن و چطوری میتونن انتخاب‌های ما رو کنترل کنن. در سال 2000 مقاله‌ای منتشر میشه تحت عنوان آزمایش مربا. توی اون 2 نفر از اساتید دانشگاه استنفورد و کلمبیا آزمایشی رو ترتیب میدن. در این آزمایش این 2 تا دانشمند می‌خواستن ببینن که داشتن حق انتخاب چه تأثیری روی روند انتخاب ما میذاره. برای انجام آزمایش اونا در یه سوپرمارکت 2 شکل محصول مختلف رو ارائه میدن. یک بار ویترینی درست میکنن با 6 مدل مربا و یه بار دیگه ویترینی درست میکنن با 24 مدل مربا. اونا متوجه میشن که ویترینی که تعداد مربای بیشتری داره آدمهای بیشتری رو به خودش جذب میکنه، اما در واقع ویترینی که مرباهاش کمتره بیشتر فروش میره. در ویترینی با 6 تا مربا تقریبا 30% از آدمایی که اون ویترین رو میبینن خرید میکنن، اما جایی که 24 مربا هست تنها 3% از مردم حاضر به خریدن اون جنس میشه. این آزمایش که بعداً به ناتوانی در انتخاب مشهور میشه توضیح میده که ما وقتی گزینه‌های شبیه به هم زیادی داشته باشیم انتخاب کردن بینشون برامون بسیار سخت میشه و معمولاً حتی چیزی رو از بینشون انتخاب نمیکنیم. توی مستند برای اینکه متوجه بشیم رابطه بین رضایت ما از انتخاب هامون با تعداد گزینه‌ها چطوریه یه آزمایش انجام میدیم. برای این آزمایش میریم به ساحل ونیس در آمریکا. از گروه اول شرکت کننده ها خواسته میشه که بین 2 مدل پاستیل طعمدار یکیشو انتخاب کنن، یکی با طعم سیب و یکی با طعم لیمو. بعد از اینکه انتخابشون رو انجام دادن ازشون میپرسن که آیا از انتخابت راضی هستی یا نه. معمولا راضی‌ان چون براشون انتخاب سختی نیست. گروه دوم شرکت کننده ها کسایی ان که باید از یک سینی پر از طعم‌های مختلف پاستیل یکیش رو انتخاب کنن. چیزی که ما میبینیم اینه که بیشتر اونها مرددن بین اینکه کدوم طعم رو انتخاب کنن و بعد از اینکه یکیشو برمیدارن معمولاً از انتخابشون رضایت بالایی ندارن و همش افسوس اینو میخورن که چرا یه طعم دیگر رو برنداشتن. Look, I probably should have gone for my first choice, a raspberry. Maybe I would have been happy. این آزمایش در واقع مصداق یکی دیگه از مشکلات داشتن گزینه‌های زیاده. اونم اینه که وقتی گزینه‌های زیادی داریم رضایت ما بعد از انتخابمون کمتر میشه. برای توضیح دادن بیشتر این موضوع در مستند آزمایش دومی طراحی شده. اما آزمایش دوم چه شکلیه؟ شرکت کننده های آزمایش دوم اول دعوت میشن به صرف یه لیوان چای و بعد در ادامه باید یه پازل رو حل کنن. شرکت کننده های اول کسانی که میتونن بین چای معمولی کافئین دار و دمنوش‌های گیاهی آرام کننده انتخاب کنن و بعد برن سراغ پازل. Some herbal tea that will keep you calm and focused. Okay. Or you can have some black tea that's caffeinated and will give you some energy. شرکت کننده های گروه دوم کسانی هستند که حق انتخاب ندارن و صرفاً بهشون یکی از این 2 تا نوشیدنی تعارف میشه.
اما این آزمایش میخواد چیز دیگه ای رو بسنجه. اینکه آیا گروه اول که حق انتخاب داشتن رضایت بیشتری دارن یا گروه دوم. نتیجه عملکرد آدم‌ها در حل کردن پازل خیلی فرقی نمیکنه. اما شرکت کننده‌های اول بعد از اینکه زمانشون تموم میشه معمولاً افسوس این رو میخورن که اگر نوشیدنی دیگر رو انتخاب کرده بودیم پازل رو بهتر حل می‌کردیم. شرکت کننده‌های گروه دوم ارتباط چندانی بین نوشیدنی و حل کردن پازل نمی‌بینن. پس ما می‌بینیم که داشتن حق انتخاب همیشه در زندگی ما باعث ایجاد احساس رضایت نمیشه. اما آیا ما واقعاً حق انتخاب داریم یا ما فقط توهم این رو داریم که قدرت انتخاب کردن در دستان ماست؟ آیا ممکنه که کسی یا چیزی قبل از اینکه ما آگاهانه بخوایم تصمیم بگیریم اون تصمیم رو برای ما گرفته باشه؟ برای جواب دادن به این سوال میریم سراغ آخرین آزمایش این مستند، آزمایش جعبه. اما آزمایش جعبه چه شکلیه؟ قبل از شروع آزمایش دستگاهی به سر آدم‌ها وصل میشه که پالس‌های مغزیشون رو اندازه‌گیری میکنه. جلوی اونها یه جعبه هست با 2 تا دکمه چراغدار. از شرکت کننده ها خواسته میشه تا قبل از اینکه چراغ روشن بشه یکی از دکمه ها رو فشار بده. اما این جعبه چطور کار میکنه؟ حدود 15 دقیقه اول آزمایش اون سیم هایی که وصل شدن به سر آدم ها و پالس های مغزیشون رو اندازه‌گیری میکنن در واقع دارن رفتار ناخودآگاه اون آدم رو میسنجن و این دستگاه در طول اون 15 دقیقه تشخیص میده که آدم ها قبل از اینکه تصمیم گیری کنن چه تغییری در مغزشون انجام میشه. بعد دستگاه خودش رو به اون آدم ها آداپته میکنه و ما میبینیم که لحظه قبل از اینکه اونها تصمیم بگیرن دکمه رو فشار بدن دستگاه تصمیم اونها رو پیش بینی میکنه و چراغش روشن میشه. در واقع بعد از 15 دقیقه اون آدم‌ها قادر نیستن قبل از اینکه دستگاه بفهمه اونها تصمیم گرفتن تصمیمشون رو انجام بدن. چیز عجیبی که این آزمایش به ما نشون میده اگر قبل از اینکه ما آگاهانه تصمیمی رو بگیریم ذهن ناخودآگاه ما اون تصمیم رو گرفته و پالسش رو فرستاده، آیا ما واقعا کنترل کامل روی تصمیمات و انتخاب هامون داریم یا ذهن ناخودآگاه ما در واقع یه عروسک خیمه شب بازیه و صرفا داریم فرمان‌هایی که بهمون داده میشه رو پیاده سازی میکنیم و فقط توهم این رو داریم که حق انتخاب آزاد و نامحدود داریم. مرسی که با ما همراه بودین. قسمت‌های بعدی این برنامه رو هم با ما همراه باشید.